به نام خداوند بخشنده مهربان. دعای شماره 13. نیایشان حضرت در نیاز خواهی. خدایا، ای نهایت درخواست حاجت ها، ای آنکه توفیق رسیدن به خواسته ها نزد توست، ای آنکه در برابر نعمت هایت عوض نمی خواهی، ای آنکه زلال بخشش خود را به منت نهادن نمی آلایی، ای آنکه تنها به تو بی نیازی توان جست و از تو روی بی نیازی نیست، ای آنکه تنها به تو روی آورند و از تو روی بر نگردانند، ای آنکه خواسته های بسیار گنجینه های نعمتت را تهی نمی گرداند، ای آنکه هیچ دستاویزی قانون حکمتت را دگرگون نمی سازد، ای آنکه رشته نیازمندان از تو بریده نمی شود، ای آنکه بسیاری دعای خواهندگان تو را نمی رنجاند، خود را به بی نیازی از آفریدگانت ستوده ای و تو سزاوار این بی نیازی هستی و آفریدگان را نیازمند خویش خوانده ای و آنان را سزاست که نیازمند تو باشند. هر که سامان کار اصلاح فقر و نیاز خویش را از تو بخواهد و بخواهد به یاری تو نداری و حاجت را از خود بگرداند، بیشک خواسته خود را در آنجا که باید جستجو کرده و از راهی درست به یافتن آن برآمده است. و هر کس که حاجت خود نزد یکی از بندگان تو برد و او را سبب کامیابی خویش پندارد، خود را در معرض ناامیدی گذاشته است و می سزد که از نعمت تو بهره‌ای نبرد. خدایا، مرا از تو خواسته ایست که خود از برآوردن آن ناتوانم و چاره‌جویی آن نتوانم و نفسم مرا وسوسه می کند که برآوردن آن خواسته را از کسی خواهم که او خود نیاز از تو خواهد و در خواسته‌اش از تو بی نیاز نباشد. و این خود لغزشی بود از لغزش‌های خطاکاران و زمین خوردنی چون زمین خوردن گنهکاران. آنگاه به هشدار تو از خواب بیخبری به خود آمدم و به توفیق تو پس از لغزش برخاستم و چون به راهم آوردی دیگر زمین نخوردم و بازگردیدم و گفتم پاک و منزه است پروردگار من. چگونه می شود نیازمندی از نیازمندی چون خود حاجت خواهد و تهیدستی به تهیدستی چون خود رغبت نماید؟ پس ای معبود من، با اشتیاق تمام به سویت آمدم و با اعتماد دست امید به دامان تو زدم و دانستم که خواسته های فراوان من پیش توانگری تو کوچک است و انبوه چشم داشت من از تو در برابر رحمت های تو اندک. گنجایش لطف تو بیش از نیاز خواهندگان است و دست بخشش تو بالاتر از همه دستان. خدایا، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و به لطف خود با منان کن که بخشش بسیار تو را سزاوار است و به عدل خود با منان مکن که مرا شایسته است. من نخستین کسی نیستم که به تو روی آورد و تو او را نعمت دادی حالان که سزاوار رانده شدن بود. من نخستین کسی نیستم که دست خواهش به سویت دراز کرد و تو خواستش را برآوردی حالان که سزاوار ناامیدی بود. خدایا، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و دعای مرا اجابت کن و به ندایم نزدیک باش و بر زاری های من رحمت آور و آوازم را بشنو. مرا از خود ناامید مساز و رشته پیوند من با خودت را مگسل و در این نیاز که اکنون از تو می خواهم و هر نیاز دیگر مرا به دیگران حواله مکن. و پیش از آن که از جای خود برخیزم با آسان کردن سختی ها بر من و با تقدیر نیکویی که در همه کارها برایم قرار داده ای، بر عهده بگیر که خواستم را روا کنی و نیازم را برآوری و مرا به مطلوبم برسانی. خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست، درودی پیوسته و بالنده، بی گسست و بی پایان، و این درود را یاری رسان من و وسیله برآمدن حاجتم گردان که تو وسعت دهنده و کریمی.
ای پروردگار من، خواهشم از تو این است که همه خواسته خود را به یاد آوریم و به سجده رویم و بگوییم بخشش بسیار تو خاطرم را آسود و احسانت مرا به سوی تو راه نمود. پس تو را به خودت و به محمد و خاندانش که درود تو بر آنان باد سوگند می دهم و از تو می خواهم که مرا دست تهی و ناامید بر نگردانی.